ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. حتی اگر بر ایشان فرشتگان را هم فرو می آوردیم و مردگان با ایشان سخن می گفتند و هم را گروه گروه در برابر چشمانشان حشر می کردیم، باز هم ایمان نمی آوردند مگر اینکه خداوند می خواست، اما اکثر ایشان نمی دانند. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. همچنین برای هر پیامبری دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم. برخی از آنها برخی دیگر را با سخنان فریبنده وسوسه کرده و گمراه می سازند. اگر پروردگارت می خواست ایشان این کار را نمی کردند، پس ایشان را با افتراهایشان بگذار. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. این وسوسه ها برای آن است تا دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند به آن تمایل پیدا کند و تا به آن راضی گردند و تا آنچه میخواهند بکنند. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. بگو آیا من به جز خدا حکم دیگری را طلب کنم؟ حال آنکه اوست که کتاب را با تفصیل برای شما فرو فرستاد. کسانی که ما و ایشان کتاب را دادیم خوب می‌دانند که براستی این قرآن مجید از جانب پروردگار تو نازل شده است، پس هرگز از جمله شک آوران مباش. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. سخن پروردگار تو به انصاف و راستی تمام شد، هیچ تبدیل کننده برای سخنان او نیست و هم اوست شنوا و دانا. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اگر تو روش بساز کسانی را که در روی زمینند پیروی کنی، تو را از راه خداوند گمراه می سازند. ایشان راه جز گمان تعقیب نمی کنند و ایشان جز تخمین کاری دیگری ندارند. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. واقعا پروردگار تو به حال کسانی که از راه او گمراه می شوند خوب آگاه است و هم او به حال رهیابان خوب آگاه است. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. بنابراین از آن حیوانات بخورید که بر آن در هنگام حلال کردن نام خدا گرفته شده است اگر به آیات او ایمان دارید. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم
إن ربك هو أعلم بالمعتدين. چرا از چیزهایی نمیخورید که به نام خداوند ذبح شده است، در حالی که چیزهایی که خدا بر شما حرام گردانیده به تفصیل برای شما بیان کرده است، مگر در حالی که از آن چاره نداشته باشید. اما بسا کسان مردم را به هوای نفسانی خود گمراه می سازند بدون آنکه از علم برخوردار باشند. بیگمان پروردگار تو هم اوست که به حال تجاوزکاران خوب داناست. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. همه گناهان آشکار و پنهان را ترک کنید. واقعا آنهایی که مرتکب گناه می شوند به زودی در برابر عملکرد خود جزا داده می شوند. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. از آن حیواناتی که بر آن در هنگام حلال کردن اسم خدا گرفته نشده است نخورید. این واقعا گناه است و بیگمان شیطان ها همواره به دوستان خود وسوسه می کنند تا با شما مجادله کنند. اگر از ایشان اطاعت کنید واقعا مشرکید. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آیا کسی که زنده نبود و ما به او زندگی دادیم و به او روشنایی بخشیدیم که با آن در میان مردم برود، یعنی راه خود را بیابد، مانند کسی است که در تاریکی ها قرار دارد که از آن هرگز بیرون آمدن نمیتواند؟ به این ترتیب برای کافران کردارشان خوشایند جلوه داده شده است. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. و بدین ترتیب ما در هر قریه کلان شوندگانی بدکار آن را گماشتیم تا در آنجا دسیسه چینند، ولی ایشان جز به خود به کسی دیگری دسیسه نمی چینند، ولی ایشان شعور ندارند. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وقتی که با ایشان نشانه از جانب خداوند بیاید میگویند ما هرگز ایمان نمی آوریم تا نشانه همانند آنچه به پیامبران خدا داده شده است به ما نیز داده شود. خداوند جایی را که در آن رسالت خویش را می نهد بهتر می داند. به زودی به گناهکاران در پیشگاه خدا به نسبت دسیسه کاری ایشان رسوایی و عذاب شدید می رسد. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. پس کسی را که خداوند بخواهد هدایت کند سینه او را برای اسلام باز می کند و کسی را که بخواهد گمراه کند سینه او را طوری نارام و تنگ می سازد که گویی به آسمان بالا می رود. این چنین خداوند عذاب را بر کسانی که ایمان ندارند می گماند. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. و این راه
الهی پروردگار توست، راست. حقا که آیات را برای قومی که پند پذیرند به تفصیل بیان کردیم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. برای ایشان در نزد پروردگارشان خانه با امن می باشد و هم اوست دوست ایشان به سبب اعمال پسندیده‌ای که انجام می دهند. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. و آن روزی که خداوند همه ایشان را جمع کند و بگوید ای گروه جن، شما انسانهای بسیاری را تابع یعنی گمراه ساختید. دوستان ایشان از انسانها میگویند پروردگار ما از یکدیگر بهره‌ور شدیم و به موعدی که به ما تعیین کرده بودی رسیدیم. خداوند میگوید آتش رهایشگاه شماست، در آنجا همیشه به سر میبرید مگر آنکه خداوند بخواهد. بیگمان پروردگار تو صاحب حکمت و داناست. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. به این ترتیب ما بعضی ستمگاران را بر بعضی دیگر مسلط می سازیم به سبب اعمالی که مرتکب شدند. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ای گروه جن و انس، آیا به شما پیامبرانی از خود شما نیامدند که با شما آیات ما را می‌خواندند و شما را از روبرو شدن با این روز می‌ترساندند؟ میگویند به خویشتن گواهی دادیم و زندگی دنیوی ایشان را فریب داده بر خود گواهی دادند که ایشان کافر بودند. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. این فرستادن پیامبران از سببی است که پروردگار تو اراده ندارد که باشندگان قریه ها را به خاطر ستمگاری ایشان در حالی که بیخبر باشند هلاک نماید. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. هر یک از مردم نسبت به اعمالی که انجام میدهند درجاتی دارند و خداوند از اعمالی که انجام میدهند هرگز بیخبر نیست. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. پروردگار تو بی‌نیاز و صاحب رحمت است. اگر بخواهد شما را از بین میبرد و بعد از شما هر کی را بخواهد جانشین میسازد، چنانچه شما را نیز از نسل مردم دیگری آفرید. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. بیگمان همه چیزهایی که به شما وعده شده است حتما آمدنی است و هرگز شما عاجز ساختن نمی توانید، یعنی تقدیر خدا را تغییر دادن نمی توانید. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة
إنه لا يفلح الظالمون. بگو ای مردم من، هرچی می توانید بکنید، من هم به سهم خود هرچی می توانم انجام می دهم. به زودی خواهید فهمید که سرای آخرت از آن کیست. واقعیت امر این است که ستمگاران رستگار نمی شوند. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. از آنچه خداوند از کشت و چارپایان آفریده حصه را به خداوند مقرر داشتند و مطابق با پندار خویش می گفتند این برای خداوند است و این هم برای شریکان ما، اما حصه شریکان ایشان به خداوند نمی رسد و آن حصه‌ای که برای خداوند تعیین شده است پس آن به شریکانشان می رسد. بعد از آنچه ایشان حکم می کنند. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. همچنان برای بسیاری از مشرکان شریکانشان کشتن اولادشان را یک عمل شایسته جلوه داده بودند تا ایشان را تباه کنند و دینشان را بر آنها مشتبه سازند و اگر خداوند می‌خواست ایشان چنین نمی‌کردند، پس ایشان و تهمت‌هایشان را به حال خود بگذار. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. و به اساس پندار خویش میگویند این چارپایان و کشت ممنوع است و جز کسانی که ما میخواهیم کسی دیگر از آن باید نخورد و چارپایانی هست که پشت آن حرام است، یعنی باربری به وسیله آن جواز ندارد و مواشی اند که بر آنها در هنگام ذبح نام خداوند ذکر نمی شود. اینها بهتانی است بر خداوند و زودی آنها را در برابر این بهتانهایشان مجازات می کند. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. و گفتند آنچه در شکم این چارپایان می باشد یعنی جنین و بچه برای مردان ما اختصاص دارد و به زنان ما حرام است، اما اگر مرده تولد شود ایشان مرد و زن در آن شریکند و زودی خداوند ایشان را در برابر این صفتشان که نسبت این احکام را به دروغ و خداوند می دهند مجازات می کند، حقا که او صاحب حکمت و داناست. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. بیگمان زیانکار شدند کسانی که اولاد خود را از روی نادانی جاهلانه کشته‌اند و آنچه را خداوند به ایشان روزی گردانیده به گناه افترا بر خداوند به خود حرام کرده اند. ایشان واقعا گمراه شده اند و هرگز رهیاب نبودند. وهو الذي
وَالْأَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. و اوست که باغ‌های چتردار یعنی درختانی را که بر چله استاده می‌شوند و باغ‌های بی چتر یعنی درختانی را که با پای خود استاده اند آفرید و نیز درخت خرما و کشت‌ها را با خوردنی‌های متنوع آن و زیتون و انار را در شکل خود همانند و در مزه خود متفاوت از میوه آن چون به ثمر رسد بخورید و حق آن را در روزی که حاصل برداشته می شود ادا کنید و اسراف نکنید، حقا که خداوند مسرفان را دوست ندارد. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ. از چارپایان باربر و پخش آفرید، از آنچه خداوند برای شما روزی داده است بخورید و گام‌های شیطان را پیروی مکنید، حقا که او برای شما دشمنی است آشکار. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. 8 جور حیوان آفرید، از گوسفند 2 رأس نر و ماده و از بز 2 رأس نر و ماده. بگو آیا خداوند 2 نر را حرام کرده است یا 2 ماده را یا چوچه را که رحم 2 ماده بر آن مشتمل است؟ اگر شما راستگو هستید به اساس علم به من جواب گویید. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. از شتر 2 رأس نر و ماده و از گاو 2 رأس نر و ماده. بگو آیا خداوند 2 نر را حرام کرده است یا 2 ماده را یا چوچه را که رحم 2 ماده بر آن مشتمل است؟ آیا وقتی که خداوند به شما چنین حکم را صادر کرد حاضر بودید؟ پس کیست ستمگارتر از کسی که دروغی را بر خداوند بربندد تا بدین وسیله مردم را به نادانی گمراه سازد؟ حقا که خداوند مردم ستمگار را رهیاب نمی کند. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. بگو در آنچه به من وحی شده کدام گوشت حرامی را که آن را خورنده بخورد نمیابم مگر اینکه آن گوشت خود مرده یا خونی ریخته شده یعنی خونی هنگام ذبح یا گوشت خوک باشد، زیرا آن ناپاک است، یا آن گوشت حیوانی باشد که به گونه فسق ذبح شده باشد، به این معنا که نام غیر خدا بر آن در هنگام ذبح برده شده باشد. اما در این حال نیز اگر کسی مضطر می شود که بدون سرکشی و بدون آن که از حد درگذرد از چنین گوشت بخورد، پس بیگمان پروردگار تو آمرزگار و مهربان است. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. بر یهودیان هر حیوان ناخونداری یعنی دارای سم یک پارچه را حرام کردیم و از گاو و گوسفند بر آنها پیه آنها را حرام کردیم مگر آن پیه را که بر پشتشان قرار دارد یا با روده های آنهاست یا با استخوانها مخلوط است. این در واقع جزایی است که در برابر سرکشی هایشان به آنها دادیم و بیگمان ما راستگویی. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. اگر تو را به دروغ متهم سازند بگو پروردگار شما صاحب رحمت وسیع است و در عین حال عقوبت او از مردم گناهکار بازگشتاندن نمی شود. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. بزودی آنانی که به خداوند شرک می آورند می گویند اگر خداوند می خواست ما به او شریک نمی آوردیم و نه پدران ما این کار را می کردند و نه هم ما چیزی را حرام می گردانیدیم. کسانی که پیش از ایشان بودند نیز چنین دروغی را گفتند تا اینکه عقوبت ما را چشیدند. بگو آیا نزد شما علمی وجود دارد؟ پس آن را برای ما نشان بدهید. شما به غیر از پندار چیزی را پیروی نمی کنید و به جز دروغ چیزی نمی گویید. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. بگو پس خدای راست دلیل رسا اگر میخواست یقینا شما را رهیاب میکرد. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. بگو آن گواهان خویش را که بر این گواهی میدهند که خداوند این را حرام کرده است بیاورید. پس اگر ایشان گواهی دادند تو با ایشان گواهی مده و از هوای نفس کسانی پیروی مکن که آیات ما را دروغ پنداشتند و آنهایی که به آخرت ایمان ندارند و به پروردگار خود دیگران را برابر می کند. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بگو بیایید چیزهایی را که پروردگار شما بر شما حرام کرده است بخوانم. این که با او هیچ چیزی را شریک نیاورید. با مادر و پدر خود نیکویی ورزید. اولاد خود را از ترس ناداری مکشید. ما شما و آنها را روزی میدهیم. به فحشا آنچه آشکارا باشد از آنها و آنچه پوشیده باشد نزدیک نشوید. نفسی را که خداوند حرام کرده است مکشید مگر به حق. این حکم را خداوند به شما توصیه کرد تا باشد که بفهمید. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي
حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. و به دارای یتیم نزدیک مشوید مگر به شیوهی که بهتر است تا به سن رشد خود برسد. پیمانه و وزن را با انصاف و به صورت کامل ادا کنید. ما بر هیچ کس باری را نمیگذاریم مگر به اندازه توان او و چون سخن میگویید پس انصاف ورزید اگرچه درباره خویشاوندان باشد و به پیمان خدا وفا کنید و بدین ترتیب به شما توصیه کرد تا باشد که پند پذیر شوید. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بیگمان این از راه من راه راست پس آن را پیروی کنید و راههای را پیروی مکنید که شما را از راه او دور می سازد و این ترتیب به شما توصیه کرد تا باشد که پرهیزگار شوید. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. سپس به موسی کتاب را دادیم تا بدین وسیله نعمت خویش را بر نیکوکاران تمام کنیم و همه چیزها را تفصیل نماییم و تا هدایت و رحمتی باشد که ایشان به ملاقات پروردگار خویش ایمان آورند. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. و این کتابی است که ما آن را فرو فرستادیم مبارک است پس آن را پیروی کنید و از خدا بترسید تا باشد که مورد رحمت قرار گیرید. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. تا نگویید کتاب تنها به دو قوم پیش از ما یهود و نصارا فرستاده شده بود و ما بیگمان از درس و تدریس ایشان بیخبر مانده بودیم. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. یا بگویید اگر واقعا کتاب برای ما نازل می شد ما رهیاتر از ایشان می بودیم. واقعا به شما حجتی از جانب پروردگار شما و هدایتی و رحمتی آمده است. پس کیست ستمگارتر از کسی که آیات خداوند را تکذیب کند و از آن رو گرداند؟ به زودی کسانی را که از نشانه های ما رو می گردانند به بدترین عذاب سزا می دهیم به سبب آنکه اعراض می کردند. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. آیا
انتظار میکشند این که فرشتگان پیش ایشان بیایند یا پروردگاری تو بیاید یا بعضی از نشانه های پروردگاری تو بیاید. و روزی که بعضی نشانه های پروردگاری تو بیاید، ایمان کسی که پیشتر به آن اعتقاد نداشته و یا به اساس اعتقاد خیش کاری نیکی انجام نداده سودی ندارد. بگو انتظار بکشید، ما نیز در انتظاریم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بگومان کسانی که دین خیش را پراگنده ساختند و گروه گروه شدند، تو را با ایشان هیچ گونه سروکاری نیست. بگومان کار ایشان به خداوند محول است، سپس ایشان را به حقیقت همه اعمالی که مرتکب می شوند آگاه می سازد. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هر آن که کار شایسته انجام دهد مزد آن را 10 چند می‌یابد و هر آن که عمل بدی را مرتکب گردد مجازات نمی شود مگر به مثل آن و به ایشان ستم نمی شود. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بگو حقا که مرا پروردگارم به راه راست راهنمایی کرده است، دین استوار، ملت ابراهیم حنیف یعنی روگردان از انحرافات و او در زمره مشرکان نبود. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بگو بیگمان نماز من، مناسک من، زندگی من و مرگ من همه برای خداوند پروردگار جهانیان است. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آن که برای او شریکی نیست به این امر شده ام و من از نخستین مسلمانان. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. بگو آیا غیر از خداوند کسی دیگر را به حیث پروردگار بجویم، در حالی که او پروردگار همه چیز هاست و هیچ کسی هیچ کاری را نمی کند مگر آن که پیامد آن بر خود اوست و هیچ بردارنده باری دیگری را بر نمی دارد. سپس بازگشت شما به سوی خداوند است و او شما را به آنچه در آن اختلاف ورزیدید آگاه می سازد. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اوست ذاتی که شما را جانشینان خود در زمین گردانید و بعضی شما را از بعضی دیگر به درجات برتر قرار داد تا شما را در آنچه با شما ارزانی کرده است آزمایش کند. بیگمان پروردگار تو در عذاب کردن سریع است و بیگمان او واقعا آمرزنده و مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. الف كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
کتابی است که بر تو فرو فرستاده شده است و سینه تو از این ناحیه نباید تنگ شود تا با آن خطاکاران را بیم دهی و برای مؤمنان پندی است. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. ای مردم، آنچه را که به شما از جانب پروردگار شما نازل شده است پیروی کنید و بغیر از او دیگری را به حیث دوست و حامی پیروی نکنید. چقدر کم پندپذیر هستید. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. ای بسا باشندگان شهرهایی را در برابر گناهانشان تباه کردیم، پس ناگهان عذاب ما ایشان را در شبانگاه فرا گرفت یا در هنگامی که ایشان با خواب نیمروز بودند. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. و چون عذاب ما به ایشان رسید دعوایشان جز این نبود که بگویند ما واقعا ستمگار بودیم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. و البته کسانی را که به سوی ایشان پیام فرستاده شده و نیز پیامبران را مورد سؤال قرار می دهیم. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. و حقا که به ایشان سرگذشتشان را به علم خود که حاوی همه رویدادهاست بازگو می کنیم. آری و ما لحظه غایب نبوده. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. در آن روز وزن کردن اعمال حق است، پس کسانی که وزن اعمال نیکویشان گران باشد هم ایشانند رستگار. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. اما برعکس کسانی که وزن اعمال نیکویشان سبک باشد هم آنهایند که خیشتن را زیانمند ساختند به سبب ستمی که به آیات ما انجام دادند. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. حقا که ما شما را بر زمین استقرار دادیم و در آن برای شما اسباب معیشت را فراهم ساختیم، اما اندک است شکرانی که شما در برابر آن می کنید. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. بیگمان شما را آفریدیم، سپس شما را شکل دادیم، سپس به فرشتگان گفتیم که به آدم سجده کنید، یعنی به او تعظیم کنید، پس ایشان سجده کردند مگر ابلیس، او از جمله سجده کنندگان نبود. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. خداوند گفت آیا چی چیز تو را سجده کردن باز داشت در حالی که من تو را به این کار امر کردم؟ گفت من از او بهترم، مرا از آتش آفریدی و او را از گل. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين.
خداوند گفت تو از آن منزلت و مقام فرود آی. برای تو این حق نیست که در آن مقام و مرتبت سرکشی کنی. پس بیرون شو و واقعا تو از افراد ذلیل هستی. قال انظرنی الی یوم یبعثون. شیطان گفت مرا تا روزی که ایشان برانگیخته می شوند مهلت بدید. قال انک من المنظرین. خداوند گفت تو از جمله مهلت داده شدگان. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم. شیطان گفت چون مرا گمراه ساختی بیگمان برای گمراه ساختن آدمیان بر سر راه راستی تو می نشینم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. سپس یقینا به ایشان از پیش و رویشان، پشت سرشان، جانب راستشان و جانب چپشان برای گمراه ساختنشان می آید و تو اکثرشان را سپاسگزار نمی یابی. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین. خداوند فرمود از آن مقام بیرون آی نیکویی دورانده شده. بیگمان از ایشان کسانی که پیروی تو را می کنند از همگی شما جهنم را مالامال می سازند. و یا آدم اسکن انت و زوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. ای آدم تو و همسرت در بهشت به سر برید و از هر جا که خواستید بخورید و به این درخت هرگز نزدیک نشوید که از زمره ستمگاران میشوید. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا تكونا ملكین او تکونا من الخالدین. سپس شیطان به ایشان وسوسه کرد تا جای از شرمگاهشان را که پوشیده بود برایشان آشکار سازد و گفت شما را پروردگار شما از این درخت منع نکرده مگر برای این که مبادا فرشته شوید یا زنده جاوید گردید. وقاسمهما اینی لکما لمن الناصحین. و به ایشان سوگند خورد که واقعا من به شما خیرخواهم. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. سپس ایشان را فریب داد و چون از درخت چشیدند شرمگاهشان بر ایشان ظاهر شد و ایشان ناچار به چسباندن برگ‌های درختان بهشت بر بدن خود آغاز کردند و در این حال پروردگارشان بر ایشان ندا کرد آیا من شما را از آن درخت منع نکرده بودم و برای شما نگفته بودم که واقعا شیطان به شما دشمنی است آشکارا؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. گفتن پروردگار ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر تو ما را نیامرزی و بر ما رحمت خویش را ارزانی نفرمایی ما یقینا از زمره زیانکاران می باشیم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع
إلى حين. خداوند گفت فرود آیید در حالی که بعضی شما دشمن بعضی دیگر می باشید و در زمین برای شما تا موعد معین محل استقرار و برخورداری از وسایل زندگی می باشد. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. و گفت در آنجا زندگی می کنید و در آنجا می میرید و از آنجا بیرون آورده می شد. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ای فرزندان آدم، ما برای شما لباسی دادیم که شرمگاه شما را بپوشاند و هم برای شما زینتی باشد، اما لباس تقوا از همه بهتر است. این از نشانه های خداوند است تا باشد که ایشان پند پذیر شوند. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ای فرزندان آدم، شیطان شما را فریب ندهد چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون آورد، جامه های ایشان را از تنشان کشید تا به ایشان شرمگاهشان را آشکار سازد. واقعا او و قبیله اش شما را از جایی می‌بیند که شما آنها را دیدن نمی‌توانید. ما بیگمان شیطانها را به آنهای دوست گردانیدیم که ایمان ندارند. و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. و چون عمل شرمناکی انجام دهند میگویند پدران خود را به این عمل یافته ایم و خداوند ما را به این امر کرده است. بگو نه خیر، خداوند هرگز به عمل شرمناک امر نمی کند. آیا شما در شان خداوند چیزی را میگویید که نمیدانید؟ قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند كل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. بگو پروردگار من به عدل امر فرموده است و به این که روحهای خود را در هر مسجد یعنی نماز به سوی او کنید و او را با اخلاص و فرمان برداری بخوانید چنانچه شما را در اول آفرید و به سوی او باز میگردید. فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون. گروه را هدایت کرده و گروهی از ایشان به اساس اعمال خودشان گمراهی بر ایشان مسلم گردید. ایشان واقعا شیاطین را به جز خدا حامی و دوست گرفتند و باز هم فکر می کنند که ایشان رهیاب هستند. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. ای فرزندان آدم، پوشاک زینت بخش خود را در هنگام هر نماز به تن کنید، بخورید، بنوشید و اسراف نکنید، حقا که او مسرفان را دوست ندارد. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات
الآيات لقوم يعلمون. بگو زینت الهی و چیزهای پاکیزه را از روزی که خداوند برای بندگان خود پیدا کرده چی کسی حرام گردانیده است؟ بگو اینها در زندگی این دنیا برای کسانی است که ایمان دارند و در روز آخرت خاص از آن ایشان است. به این ترتیب ما آیات را به مردم به تفصیل بیان می کنیم که می دانند. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بگو پروردگار من واقعا اعمال شرمناک را خواه آشکار باشد یا پنهان، گناه و سرکشی ناحق را و این که به خداوند شریک آورید چیزی را که خداوند به آن هیچ دلیل نفرستاده حرام گردانیده است و نیز این را که درباره خداوند چیزهایی بگویید که شما درباره آن دانش ندارید. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. برای هر امت میعادی است، چون میعادشان به سر رسید نه آن را تأخیر کرده میتوانند و نه هم تقدیم. یا بنی آدم إما يأتینکم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ای فرزندان آدم، چون به شما پیامبرانی از میان شما بیایند که نشانه‌های مرا برای شما بیان کنند، پس هر که از خدا بترسد و نیکویی ورزد برایشان نه ترسی است و نه هم ایشان اندوهگین میشوند. والذین كذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. و کسانی که آیات ما را تکذیب نمایند و از قبول آنها سرکشی کنند اهل آتشند و در آنجا برای همیشه به سر میبرند. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. پس کی ستمگارتر از کسی که دروغی را بر خداوند بربندد یا آیات او را تکذیب کند؟ برای چنین مردم قسمت تعیین شده ایشان از کتاب یعنی لوح محفوظ میرسد تا وقتی که فرستادگان ما که موظف به گرفتن روحند برسند و روحشان را قبض کنند میگویند کجا هستند آن شریکایی که جز خدا به آنها نیایش میکردید؟ در جواب میگویند آنها از پیش ما گم شدند، یعنی ما را در خلا گذاشتند و بر خود گواهی میدهند که واقعا ایشان کافر بودند. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف
است که پیش شما گذشته اند در آتش داخل شوید. هر گروهی که به دوزخ داخل می شود به گروه همانند خود که پیش از ایشان وارد شده بود لعنت می فرستد و چون همه به یکدیگر پیوسته شوند دسته آخرشان در مورد دسته اولشان می گوید ای پروردگار ما امین هایند که ما را گمراه کردند پس ایشان را عذاب دوچند از آتش نصیب گردان. خداوند می گوید برای هر یکی از شما عذاب دوچند است اما شما نمی دانید. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. و باز دسته اولشان به دسته دومشان میگوید ببینید شما بر ما هیچ امتیازی ندارید پس برابر آنچه مرتکب شده اید مجازات را بچشید. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. بیگمان آنهایی که آیات ما را تکذیب کرده و از آن سرکشی نموده اند دروازه های آسمان بر رویشان باز نمی شود و در بهشت داخل نمی شوند تا هنگامی که شتر به لوف سوزن داخل گردد و ما گناهکاران را چنین جزا میدیم. لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمین. برای ایشان از دوزخ فرشی است یعنی دوزخ بر ایشان همچون بستری است و به بالایشان پوشش طبقه هایی است از آتش و ما ستمگاران را چنین جزا میدیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند ما بر هیچ کسی باری را نمیگذاریم مگر به اندازه توان او. ایشان اهل بهشتند و در آنجا جاودانه به سر میبرند. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. و از دلهایشان کینه و بدبینی را دور میکنیم. از زیر درختان قصرهای ایشان جویبارها جریان دارد. ایشان میگویند ستایش خدای راست که ما را به این سعادت راه نموده است و ما هرگز توان رهیابی نداشتیم اگر خداوند ما را هدایت نمیکرد. و واقعا پیامبران پروردگار ما به حق آمدند. به ایشان چنین ندا می شود این است بهشتی که شما در اثر اعمال نیک خویش وارث آن گردیدید. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. بهشتیان به دوزخیان ندا می کنند ما واقعا دریافتیم که آنچه پروردگار ما به ما وعده کرده بود حق است. آیا شما نیز دریافتید که آنچه پروردگار شما به شما وعده کرده بود حق است؟ آنها میگویند بلی. در این حال آواز کننده در بینشان چنین آواز میدهند لعنت خداوند بر ستمگاران باد. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا
که مردم را از راه خدا باز می داشتند و می خواستند آن را کج جلوه دهند و ایشان از آخرت انکار داشتند. و بینهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. در میان ایشان یعنی بهشتیان و دوزخیان حجابی است و بر اعراف مردانی اند که هر کس را به علامات او می شناسد. آنها به بهشتیان ندا می کنند سلام بر شما. ایشان هنوز به بهشت داخل نشده اند ولی امید داخل شدن به آن را دارند. و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. هنگامی که چشمان ایشان به سوی دوزخیان بیفتد میگویند پروردگار ما را با گروه ستمگاران پیوست مگردان. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. و اصحاب اعراف به مردمی که آنها را از سیمایشان میشناسند ندا کرده میگویند شما را جمع دنیای شما و چیزی که به سبب آن سرکشی میکردید به کار نیامد. اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. آیا اینها همان مردمی نیستند که شما درباره‌شان سوگند می‌خوردید که خداوند آنها را از رحمت خود بهره‌ور نمی‌سازد؟ اکنون به ایشان گفته می‌شود به بهشت داخل شوید. بر شما ترسی نیست و نه هم اندوهگین می‌شوید. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. دوزخیان به بهشتیان ندا می‌کنند برای ما آب یا از چیزهایی که خداوند برای شما روزی داده است ارزانی کنید. ایشان میگویند حقا که خداوند همه این چیزها را بر کافران حرام گردانیده است. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. آنهایی که دینشان را به لهو و لعب گرفتند و زندگی دنیا فریبشان داده پس امروز ما ایشان را فراموش میکنیم طوری که ایشان در زندگی دنیا ملاقات این روز خویش را فراموش کردند و از آیات ما انکار می‌ورزیدند. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما بدون شک به ایشان کتابی را آوردیم که آن را به اساس دانش تفصیل دادیم برای هدایت و مرحمت گروه مؤمنان. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
ایشان متحقق شدن وعیدهای قرآن را انتظار میکشند. روزی که وعیدهای قرآنی متحقق شود، یعنی به عذاب الهی گرفتار شوند، کسانی که آن را از پیش فراموش داشتند میگویند بیگمان پیامبران پروردگار ما به حق آمدند. آیا حالا ما شفاعتگرانی نداریم که برای ما شفاعت کنند یا بازگردانیده شویم تا رویه غیر از رویه قبلی خود در پیش گیریم؟ در حقیقت ایشان خود را تباه کرده اند و چیزهایی را که به حیث معبود به دروغ گرفته بودند از ایشان گم می شود. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین. حقا که پروردگار شما ذاتی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس بر عرش مستولی شد. شب را همچون پرده بر روز می کشد، شب روز را به سرعت می جوید و آفتاب، ماه و ستارگان را که تحت فرمان اویند آفرید. آن آفرینش و فرمان روایی خاص از آن اوست. با برکت است خداوند پروردگار جهانیان. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. با تضرع و پنهان به پروردگار خویش نیایش کنید، او بیگمان تجاوزکاران را دوست ندارد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قریب من المحسنین. و بر زمین بعد از اصلاح آن مرتکب فساد نشوید و او را با ترس و امیدواری نیایش کنید. بدون شک رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک است. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. و هم اوست که بادها را همچون مژده آوران پیشاپیش باران رحمت خویش میفرستد تا چون ابر گران را بردارد آن را به سوی سرزمین‌های مرده یعنی خشک میرانید. پس به وسیله آن آب را فرو میریزید و بدین وسیله از هر میوه بیرون میارید. این چنین مردگان را زنده میسازیم تا باشد که شما پند بگیرید. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. زمین پاک یعنی صالح الزراعه رستنی آن به اذن پروردگار می روید و آن که ناپاک یعنی شورزار باشد از آن جز گیاه ناچیز و بی ارزش نمی روید. بدین ترتیب ما آیات را به گروهی که سپاس گزارند بیان می کنیم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بیگمان نوح را به سوی مردم او فرستادیم. پس گفت ای مردم من، خدا را بپرستید، شما را جز او معبودی نیست. واقعا من بر شما از عذاب روز بزرگی میترسم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
کلان شوندگان قوم او گفتند ما تو را بیگمان در گمراهی واضح می‌بینیم. قال یا قوم لیس بی ضلالة ولكنی رسول من رب العالمین. او گفت ای مردم من، گمراهی به من وجود ندارد و برعکس من پیامبری ام از جانب پروردگار جهانیان. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. به شما پیام‌های پروردگار خدا را می‌رسانم، شما را نصیحت می‌کنم و از جانب خدا چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. آیا از این در شگفت شدید که برای شما پیامی از جانب پروردگار شما توسط انسانی از میان خود شما آمده است تا شما را برحذر سازد و تا بترسید و تا باشد که مورد رحمت قرار گیرید؟ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. اما ایشان او را تکذیب کردند، پس ما او و کسانی را که در کشتی با او بودند نجات دادیم و کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند غرق ساختیم. ایشان واقعا مردم نابینا بودند. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. و به قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. او گفت ای مردم من، خداوند را پرستش کنید، جز او برای شما معبودی نیست. آیا از خدا نمی ترسید؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. کلان شوندگان کافران از قوم او گفتند ما تو را در بیخردی می‌بینیم و ما تو را از زمره دروغگویان می‌پنداریم. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. او گفت ای مردم من بیخرد نیستم، بلکه پیامبری از جانب پروردگار جهانیانم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. برای شما پیام‌های پروردگارم را میرسانم و من به شما نصیحتگری قابل اعتماد هستم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آیا از این در شگفت شدید که برای شما پیامی از جانب پروردگار شما توسط انسانی از قوم خود شما آمده است تا شما را بترساند؟ و یاد دارید هنگامی را که شما را بعد از قوم نوح جانشین گردانید و برای شما در آفرینش فیزونی را، یعنی در میان مردم شما را قد بلند عنایت فرمود. پس نعمتهای خدا را به یاد دارید تا باشد که رستگار شوید. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. آنها گفتند آیا تو نزد ما آمده ای تا ما خدا را به یگانگی بپرستیم و آنچه را پدران ما میپرستیدند ترک کنیم؟
پس بر ما همان عذابی را بیاور که ما را به آن تهدید میکنی اگر راست میگویی. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرین. گفت حقا که با شما جانب پروردگار شما عذاب و غضب واقع شد. آیا با من درباره نامهای معبودان نام نهاد مجادله می کنید که شما و پدران شما نامگذاری کرده اید، در حالی که خداوند برای این کار شما دلیل نفرستاده است؟ پس انتظار بکشید، من نیز با شما از منتظرانم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. پس او و کسانی را که با وی بودند به رحمت خویش نجات دادیم و کسانی را که نشانه های ما را تکذیب کرده و ایمان نیاورده بودند ریشه‌کن ساختیم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. او گفت ای مردم من، خداوند را پرستش کنید، جز او برای شما معبودی نیست، حتی که برای شما دلیل آشکار از جانب پروردگار شما آمده است. این ناقه یعنی ماده شتر خداوند برای شما نشانه است، پس آن را بگذارید تا در زمین خدا بچرد و به آن آسیب نرسانید، ورنه عذاب دردناک شما را میگیرد. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و به یاد دارید هنگامی را که شما را بعد از عاد جانشین گردانید و شما را در زمین جای داد که برای خود از سرزمین‌های هموار آن قصرها بسازید و در کوه‌ها خانه بتراشید. پس نعمت‌های خدا را به یاد آورید و بر روی زمین به بدی و تبهکاری دست نیازید. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. آن کلان شوندگان از قوم او که سرکشی کرده بودند و محرومان برای کسانی از ایشان که ایمان آورده بودند گفتند آیا شما می‌دانید که واقعا صالح از جانب پروردگار خویش پیامبر است؟ آنها گفتند ما واقعا به آنچه به او فرستاده شده ایمان داریم. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. سرکشان گفتند واقعا ما منکر آن چیزی هستیم که شما به آن اعتقاد دارید. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين.
سپس ایشان آن ماده شتر را پی کردند و از امر پروردگار خویش گستاخانه سرپیچی کرده گفتند ای صالح اگر تو واقعا پیامبری آنچه را که با آن ما را وعید می‌دهی بیاور. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. پس ناگهان زلزله ایشان را گرفت و ایشان در سپیده دم در داخل خانه های خویش از پای در آمدند. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. در این حال از ایشان روی برگرداند و گفت ای قوم من بیگمان پیام پروردگار خود را به شما رساندم و شما را نصیحت کردم اما شما نصیحتگران را دوست ندارید. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. و لوط چون به قوم خود گفت آیا چنان فحشایی را مرتکب می شوید که پیش از شما هیچ یک از مردم عالمیان آن را مرتکب نشده است؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. شما به مردان به شهوت پیش می شوید نه به زنان. شما واقعا قوم مسرف هستید. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. جواب قوم او جز این نبود که بگویند ایشان یعنی لوط و پیروان او را از شهر خود بیرون کنید. اینها مردمی اند که میخواهند پاکیزه باشند. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ما او و خانواده اش را نجات دادیم جز همسرش را که در زمره کسانی بود که به عقب ماندند. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. و بر ایشان بارانی از سنگریزه فرو ریختیم پس ببین که آخر کار مجرمان چی بوده است. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. و به سوی قوم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت ای قوم من خدا را پرستش کنید جز او برای شما معبودی نیست. او کنون برای شما نشانه واضحی از پروردگار شما آمد. پس پیمانه و وزن را عادلانه ایفا کنید و به مردم چیزهایشان را کم مدهید و در روی زمین بعد از اصلاح آن فساد را مرتکب نشوید. این کار برای شما بهتر است اگر ایمان دارید. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. و بر سر هر راهی منشینید که مردم را بترسانید و آنهایی را که به خدا ایمان آورده اند از راه او باز دارید و آن راه را کج جلوه دهید و بیاد دارید وقتی را که شما اندک بودید و خداوند شما را بسیار گردانید و ببینید که آخر کار مردم مفسد چی بوده شد. وَإِن
كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاکمین. و اگر از شما دسته هستند که به آنچه من به آن فرستاده شده ام ایمان دارند و دسته هم هستند که به آن ایمان ندارند، پس صبر کنید تا خدا در میان ما حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است.